از رشته ساخته‌های تلویزیون آزادی، پیرامون دوران شکوه و سربلندی ایران. دیدار رسمی شاهنشاه و شهبانوی ایران از استرالیا در 1974. شاهنشاه و شهبانو با یک هواپیمای ایران ایر وارد کامبرا پایتخت استرالیا شدند. ورود اعلیحضرتین موقعیت مغتنمی برای مردم استرالیا بود تا با رهبر کشوری قدیمی با تمدنی با شکوه و در حال پیشرفت سریع آشنا شوند. در فرودگاه کامبرا فرماندار کل و نخست وزیر استرالیا از اعلیحضرتین استقبال کردند. استقبالی که آغاز یک برنامه فشرده دیدار رسمی 6 روزه بود. At Canberra, Australia's national capital, the welcome arrival of their Imperial Majesties, the Shahanshah and the Shahbanu of Iran, heralds an auspicious occasion for the people of Australia. Official greetings by the Governor-General Sir John Kerr and Prime Minister Mr Gough Whitlam and other national leaders marks the start of a busy 7-day schedule. روز بعد اعلیحضرتین فاصله 2500 کیلومتری میان کامبرا و شهر کینز در ایالت کوینزلند در شمال کامبرا را پیمودند تا به بازدید از این ایالت بزرگ استرالیا بروند که بر روی خط استوا واقع شده. کینز مرکز تولید شکر استرالیا است. آب و هوایی گرم دارد و یک مرکز توریستی بسیار مورد علاقه جهانگردان است. در این دیدار شاهنشاه و شهبانو ابتدا سفر کوتاهی به تیبل لند در بالای کینز کردند. این استقبال در شهر کورونادا انجام شد. کوینزلند که دومین ایالت بزرگ استرالیا است، مساحتی بیشتر از کل ایران دارد. در آن از آب و هوای خشک بیابانی در قسمت شمال ایالت تا آب و هوای گرم و حاره‌ای و بارانی در سواحل اقیانوس آرام وجود دارد. گرین آیلند جزیره‌ای در ساحل کینز با سواحل مرجانی است که یکی از زیباترین پدیده‌های طبیعت را به نمایش می‌گذارد و تقریباً شمال کوینزلند را تماماً می‌پوشاند. اعلیحضرتین در آنجا به دیدار یک آکواریوم بزرگ رفتند که حیوانات دریایی را در محیط طبیعی خود به نمایش می‌گذارد. برای اعلیحضرتین دیدار از گرینلند فرصتی بود برای استراحتی کوتاه پیش از آن که برنامه فشرده سفر رسمی آغاز شود. سفری که برای آن باز عازم جنوب کشور شدند و این بار به سیدنی.
در سیدنی فرماندار ایالتی نیو ساوت ویلز و همسرش لیدی کاتلر از اعلیحضرتین استقبال کردند و مقدم آنها را به سیدنی گرامی داشتند. سیدنی 3 میلیون نفر جمعیت دارد و بزرگترین شهر استرالیا است و پایتخت ایالت نیو ساوت ویلز. سیدنی شهری پر ازدحام و پر مشغله است که به خاطر بندرش، اسکله‌اش و به ویژه ساختمان اپرای جدیدش مشهور است. این شهر مرکز برنامه فشرده دیدار شاهنشاه و شهبانو از نیو ساوت ویلز است. اعلیحضرتین در طول اقامت خود در اقامتگاه ویژه دولتی سکونت کردند که محل اقامت فرماندار ایالتی است. صبح روز بعد زوج سلطنتی از یکدیگر جدا شدند تا 2 برنامه مختلف را اجرا کنند. شاهنشاه به دیدار از صنایع فولاد و زغال سنگ ایالت رفتند و اولیا حضرت از یک مرکز بسیار جالب در شهر دیدن کردند. این مرکز در نوع خود منحصر به فرد است، زیرا مرکزی است برای آموزش معلولین جسمی. در این مرکز به معلولین مهارت‌های حرفه‌ای آموخته می‌شود و به آنان این امکان داده می‌شود که بتوانند با کارگران غیر معلول در کارخانه‌ها و کارگاه‌ها به رقابت و کار بپردازند. این معلولین حقوق کارگران عادی را دریافت می‌کنند و این مرکز به شکل یک کارخانه تجارتی عادی اداره می‌شود. در آن وسایل الکتریکی برای بازارهای محلی و خارجی ساخته می‌شود. همه منافع حاصل از فروش محصولات این مرکز به خود آن برمیگردد تا به مصرف آموزش معلولین برسد. در پورت کمبلر حدود 800 کیلومتری جنوب سیدنی شاهنشاه از یکی از کارخانه‌های بزرگ تولید فولاد استرالیا دیدار می‌کند. شاهنشاه از همه مراحل ساخت فولاد بازدید به عمل می‌آورند و سپس از یک معدن زغال سنگ دیدار می‌کنند و با گوشه‌ای از ذخایر عظیم و منابع طبیعی استرالیا آشنا می‌شوند. قاره استرالیا این بخت را دارد که سرشار از ذخایر مس، بوکسیت، اورانیوم و سنگ آهن است که تاکنون بخش عمده‌ای از آن استخراج نشده است. پس از این دیدارها شاهنشاه و شهبانو به سیدنی باز می‌گردند و به دیدار باغ وحش تورانگا پارک می‌روند تا شماری از حیواناتی را که منحصر به استرالیا هستند مشاهده کنند، از جمله کانگاروها که نوزاد خود را در کیسه‌ای بر روی شکم خود حمل می‌کنند و با ظاهر استثنایی خود به نماد و سمبل استرالیا تبدیل شدند. It carries and suckles its young in a pouch. This unique animal has become Australia's national symbol. کوالاها که حیواناتی بسیار آرام و قدری خجالتی به نظر می رسند بر روی درختان اوکالیپتوس زندگی می کنند. اینها که زمانی از جانوران در خطر انقراض بودند اکنون به نوعی حفاظت شده تبدیل شدند و در نواحی حفاظت شده طبیعی که ویژه زندگی حیوانات وحشی است نگهداری می شوند. اعلیحضرتین در آخرین شب اقامت خود در سیدنی به دیدار از اپرای مشهور سیدنی رفتند.